با رودی کبود ناز داری و شنم، از بحر خدا نیاز داری و شنم. با کودک و پیر و نوجوانت هر صبح در دامن کوه نماز داری و شنم. با سلام و عرض ادب دوستداران سیر و سیاحت و تاریخ و ادبیات، ما امروز تصمیم گرفتیم گردش داشته باشیم در دهه کهن دیار وشن و کوهسار آن که در ناحیه عینی ولایت سوغد جمهوری تاجیکستان قرار دارد. بینا تا آنجایی که اطلاع پیدا کردیم در خصوص واژه وشن به این نتیجه رسیدیم که وشن و کلمه های قدیمه سوغدی عبارت بوده معنایش جای سیراب و علف بوده است. تاریخ این روستا از روی نامگذاری شدن آن درک می‌دهد که به عمق قرن‌ها می‌رسد. یعنی تخمین می‌رود که در اینجا زیاده از 2.5 تا 3000 سال پیش زندگی جریان داشته است. وشن دارای 250-300 خواجگی بوده. اساسی درآمد مردم از حساب مالداری و باغپروری و مهاجرت کاری بوده است. افراد معروف این دهه مثل کرامت الله شکراللهی، منقد ادبی و روزنامه‌نگار شناخته، شاعر معروف روشن همراه، طبیب مردمی زلال‌الدین دوستو و چندین کسان را نام برد که در پیشرفت ساحه خود نقشی باسزا داشتند. سلام علیکم دوستان عزیز، تماشابینان محترم. ما امروز آمدیم به دهه وشن ناحیه عینی با مقصدی معرفی کردن و به شما نمایش دادن منظره های همین دیار و کوهسار همین دیار. ما رو امروز همراهی کردن مفتاحالدین رسولوف و بابای عبدالستار. ما اینجا یک مزار است، اینجا از همین جا کار را آغاز کردیم و کمک معلومات میدیم درباره دهه و در سیر و سیاحت میکنیم به کوهسارهای همین دهه وشن. ما رو پیگیر باشید، حتما به کانال ما عضو شوید و هر چیزی که از دستتون بیاید برای پیشرفت کانال ما دست خود را دراز کنید و با اون شخصانی که میگویند که همین کارها ضروری است و ثواب است و حتمی است، ما هم میخوایم که به همین کارها سهم گذاشته باشید. من در البته خواهشی است، من این رقم های کارتی که در زیر اکران ها میبینید برای شما پیشنهاد بکنیم. رفتیم ما رو همراهی کنید. اینجا مزاری که ما در مزار مولانا فتح الدین متخلص به خوجی مولا قرار داریم و اینجا مسجد است و در درون آن خانقاه یا چلخانه موجود است که بعد از زیارت کردن دربارش معلومات میدیم. من اینجا مسجد خوجی مولا یا مولانا فتح الدین قرار دارد که در اینجا چلخانه یا خانقاه موجود است که اینجا دارای شاید اینجا حساب مسجد باشد که دارای محراب هست و مزار بزرگوار در بعد این مسجد قرار دارد. این کدام سال ساخته شده؟ این کدام سال ساختگی مسجد کی به وجود آمدگی خیلی تاریخی کهن دارد که معلوم نیست. در یگان منبع‌های تاریخی ذکر کرده نشده است. همون چیزهایی که معلوم نیست از چند صد سال بالا بودن شاید که تاریخی یگان 500 ساله دارد، چون که بنا بعضی روایت ها وقتی که اسماعیل صفوی وقتی که ایران را زیر تصرف خود کرده اون را به مردم را به مجبور به گریش به مذهب شیعه کرده بود، بسیاری از بزرگان دین از اونجا هجرت کرده به همین کوهستان عینی و مسشاه پناه آوردند و در هر یک روستایی که نروید یک بزرگواری موجود است که کسایی که به این توجه دارن خودشون میدن در کدام روستاها چی گونه مزارها موجود است. خوراک میتونن یا با کدام نیت موندگی این داره پیش موندگی کدوم حاضر نمیمونه؟ نه این یکی از دروازه های کهنی هست که یکی از نمادهای صنعتی گذشته قدیمی همین مردم رو معرفی میکند و در گذشته همین دروازه های اهل ده همین گونه بودند که امروز اکثرا از بین رفتن و نابود شدند و این یک نماد فرهنگ و تاریخی تمدنی همین مردم رو معرفی گری میکند.
اینجا حولیه که در اینجا خودی مولانا فتحالدین در اینجا زیست کردن و چگونه که ببینید در اینجا ایوان و خانه آشپزخانه شان است و همین اینها مربوط به خود همین حضرت مولانا فتحالدین می باشند. نه در طول تاریخ البته تغییر کردگی است، تغییر، لیکن من این موضوعی که در اینجا میبینید به تغییر موندگی است. من این ستون، من این تاکدون هایی که هست و این چیزهایی که هست تغییر کردگی نیست. حضرت انا که بنا با گفتی گذشتگان حضرت مولانا فتحالدین یکی از شیخ‌های تصوف بودند. اینجا آشپزخانه یکی متعلق به همین حضرت مولانا هست. در جای من این جایی که اینجا تغییر دادند رفت کردن، اینجا آشتان و تنور بوده است. این نامش قصبه هم فکرم شاید همین خیلی باشد. و در بالا موری هست که همین دود را به بالا منتقل می‌گردد. در گذشته در فصل تیر ماه در اینجا یک مراسمی موجود بود به نام یغین، یعنی کلمه ترکی هست یغین به معنای جمع آمد. این مردم در هر تیر ماه در اینجا جمع می شدند و در این جایی که مثلا هست خوراک می پختند با نام غرمیچ که از گندم کوفته شده و گوشت عبارت بود و مردم این گوشت و این گندم از خودی از حساب نرز و نیازی که مردم نسبت در نیتشان داشتن و این تا اونجایی که مثلا جایز و ناجیز بود به اهل علم معلوم است و نرزی حاجی ملا، مثلا اگر یگون کس در یگون مشکلی یگون بنبست اگر قرار می گرفت یک نیت میکرد که اگر من از همین مشکلی خلاص شوم یک گوسفند یا که یک بوزی به حضرت حاجی مولا نیت میکنم، یعنی که نظر میکنم و اون نظر در تیر ماه جمع شد و مردم در اینجا همون خوراک رو از همون مال و پولی که جمع میومد یک خوراکی به نام غرمیچ شکلی که در بالا گفتیم آماده میکردن و تمامی اهل ده در اینجا میخوردن و دعای فاتحه میکردن به روحانیت حضرت مولانا و با گذشتی بنا با قانونی تنظیمی که در داخل روی کار آمد این مراسم ها از بین رفت. حاضر ما همچون یک داننده همین تاریخی مزار همچون یک کارشناس تقوی عبدالستار دعوت کردیم به این برنامه. این کس درباره متولی یا شیخ‌هایی که به اصطلاح شیخ‌هایی که در همین مزار خدمت میکردن و همون نرز و نیازی که از طرف مردم می اومد قبول میکردن و با آبادی همین موضع خدمت سهم میگذاشتن معلومات میتونن. مثلا شیخ‌هایی که در همین جا بودن که مرحمت کنید. شیخ‌های اولین همین وی کارگرشون اصلا وی دانش مدت اول پیش دو بذاری میشد. همین دانش مدت همین بوی ودن بوی خیلی بعدی اون کس کاشه مثال بوی خدای دو بوی ملاود خورم کاشه بعدی بوی ملاود خور وای مثال منی امیگی قوری بود و امیگی قوری بود امیگی عبدالسمی و خودی خدا رحمتی پدرم عبدالرزاق همین حاضر آنکه خدمت کرده خدمتگار رو مثال شیخی مثال باید خدمت که همیشه کاری کشیدی و گاش می‌بینید و چی ولی بعدی اون کس با من بوی صحابی بنا شده اومده هم خیلی وکرم شدیم خدمت کردم. یکم نام می‌گیرید که آدمی قدیمی‌تری می‌دونسته که چند سال شده دیگه هم که خدمت کرده شما؟ آنکه چند سال ایشار که طوری که نمی‌دونم که مثلا همین شیخ‌های همون شیخ بودی همون و مثال همون خدمتگار بوده همون خدمتگاری که همین متولی شده و خدمت کرده گشته همین گیری پیش همین جمع بوده گشته و کارگرشون همین گفتیم همین رو خودتون کی سر کردید؟ ما همه آنکه مثال همین دیدن یا 12 سال بود همه خیلی می‌بایی کردم خدمت کردم نگاه بینه روی چینم تموم شدنی یاشونی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما والنور وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته الليل وطرفا واجعلهن حجة رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا برحمتك یا ارحم الراحمین. این مرقد خود اولیاء است. وقتی که این قبر چخیلی که در گذشته بود همین گناه از گچکاری شده قوم دارد. یعنی یکی این از نشانه هایی که بالای مرقد اولیاء همین گناه در گذشته مرقد ها می ساختند. یعنی که این قبر از قبر عمومی مردم فرق داشت و اگر در گذشته مثلا در 70-80 سال پیش اگر تعمیر کرده باشن که به همون منوالی که در اصل بود همین گونه باقی مانده است. نویسنده کتاب روزنامه سفر اسکندرکل عبدالرحمن مستجیر در کتاب خود آورده است که در طرف چپ دریای زرافشان روستایی موجود است به نام روستای وشن و اهالی این حدودی 40 خانوار است، یعنی 40 خواجگی و راه این تقریبا 2 وجه در این دهه و قبله این روستا متصل به کوه اسپینی ریود است که در این طرف قرار دارد و اینجا مزاری هست به نام خوجی ملا یا بزرگواری خفته است که در کتابش ذکر کرده است. بعد از این یک سای موجود است که به نام سای زیارتگاه که بنا به بعضی روایت ها حضرت شیخ ابوالقاسم گرگانی که مزار ایشان واقع در روستای ارمیتن هستند و ایشان دارای کرامت بودند و هر دو اولیاء یعنی حضرت مولانا فتح الدین و مولانا ابوالقاسم گرگانی در این سای با هم دو اولیای بزرگ در اینجا ملاقات میکردند و اون و حضرت ابوالقاسم گرگانی باز به موضع خود میفرمودند. از این معلوم میشود که همین این عزیزان از گرگان یا که از همون مناطقی که ایران زمین است از همون طرف ایران و اینجا هجرت کردند. یعنی بسیار زمین ها رو میبینم سیر حاصل میکنم برای که این خیلی الان هر خیلی زمین رو کردن بسیار دهها میگردن حاصل خیز میکنم از حسابی بقوت بودن زمین است یا آبتون فراوان است یا آب آوردگان چی است که خبر سیر حاصل می‌جوید؟ این زمین ها متعلق به خواجگی دهقانی وشن است که در گذشته کالخوز ازبکستان بود و این زمین ها تاریخی خیلی دراز داره. کسی نمیدونه که اینجور کی کنده شده یا که این بعضی کهنسالان میگن که زمین فلان بای بود فلان بای بود و این جوی هم مثلا تاریخش کنده و این از سوالی که شما مطرح کردید درباره سیر حاصل بودن زمین ها این به این مربوط است که زمین سیاه خاک است و در موضع بسیار آفتابرو قرار دارد و دیگر این است که آبی رایج دارد و از سبب یکم زمین خاک و دوم آب از سبب و این عامل ها سبب سیر حاصل گشتن زمین ها شده است. جوهای هم همون دورهای آدمای قدیم کندگی ها دارند. البته این جوهایی که پیشتر ما در خاطر داریم که نواهای چوبین بود، یعنی که برای سفیدرهایی که شما میبینید سفیدرهای مربوط به همون خواجه مولا در همینجا همین سفیدرهای گردانیده اینها رو درونش رو تراشیده نو میساختن تا اونجایی که مثلا توربه‌های از 20 یا حاضر زمان توربه ها نبود از همین سفیدرها استفاده میکردن و حاضر همه وای شدند توربه‌های از 20 شدند.
باید چوبای پیشتره کندناشون و ایواز کردناشون خاطر دارتون ده؟ در خاطر داریم. ما بعد از زیارت حضرت حاجی مولانا فتح الدین سفر خودمان رو به داخل روستا ادامه میدهیم. با یک از مسجدهای کهن‌ترین دهه به نام مسجد سلطان جلال‌الدین و روایت است که این مسجد کسی نسبت به پدر خویش به احترامی میکند و اولیای بزرگ دستور میدهد که به خاطر آنکه خداوند گناه تو را عفو فرماید در یگان وادی 7 مسجد بنا کن. و یکی بنا به روایت گذشتگان یکی از مسجدهایی که همین سلطان جلال‌الدین بنا کرده است در گذری پستانی دهه وشن قرار دارد. ما در مسجد سلطان جلال‌الدین قرار داریم. این مسجد یکی از مسجدهای خیلی کهن‌ترین این دیار می باشد. چکلی که میبینید نقش و نگاری که در قدیمه هست من این پنجره هایی که از چوب ساخته شده است که بعد از تخریب شدن در اینجا نگهداری همچون نگهداری شده است. و مسجدی که گفتیم مسجد سلطان جلال‌الدین یک فرد به نام جلال‌الدین و شاید از لقبی که سلطان داره شاید که یگان منصبی هم داشته بود است در گذشته نسبت به در اوان جوانیش نسبت به پدرش به احترامی کرده موردی عقاب پدر قرار میگیرد و این بعد از این گناه ها را کردن پدر نزد یک بزرگ میرود میگوید که من برای آنکه که خداوند گناه مرا عفو کنه من چی کاری خیر را انجام دهم. همون شخص بزرگ میگوید که ما برای آنکه که خداوند گناه تو را عفو کند در یک وادی دوردست 7 مسجد بنا کن که یکی از اون مسجدها همین مسجد است که می‌داریم به داخلش مسجد بسیار مسجد کوچک است. چنین روایت های موجود است که گویا که وقتی که این مسجد رو بنا میکنن یکی از ستونهای همین بنا نمیرسد و همه در یک مشکلی میافتند. وقتی که شب خواب میرن و سحر به کار میرن دوستاها ببینن که در داخل مسجد یک ستونی افتاده، یک ستونی پرنقش و نگار و گویا که این ستون از غیب آمده باشد و بعدا این ستون تا سالهای 50 موجود است و برایت بعضی از مردم ده و بعضی از سالهای 50 بنا برای اونی که یک خیلی یک ستونی پرنقش و نگار است به لنینگراد میبرند برای یا برای تشخیص یا برای چیزی باشد و بعد جاش این ستون رو نصب میکنند. ستون اصلی دیگر نه؟ این ستون اصلی دیگر است. اکنون در اینجا یک پلی بود و این موضعی که ما قرار داریم گذری پستان است و در اینجا خیلی در من همین جای کوچک قریب 8 خواجگی زندگی داشت و در اینجا یک پلی بود است که بین هر دو گذر متصل بود است که این گذری که در بعد این است به نام اشقاوند معروف اشقاوند معروف است. کپروک سیل برده دیگه؟ این گذشت سالها تخریب شد و بالا راک شدن بعد این حاجت به این کفروک نموند. سفر ما یا که نواری که ما تحلیل می‌کنیم یک نواری صرفاً تفریحی است. اولش تفریحی بعداً یک موادی که معرفی قشلاق را برای دوستانی که معرفی میکنند. بیشتری دوستان ما که یک 20 سال پیش از اینجا کوش بستن و موضع استرافشان معروف به دشت کان استقامت دارن، شاید که اونها جوانایی که به دنیا آمدن شاید که به اینجا نامده باشند. خب ما که امروز بیگاه شد از پگاه سفر خودم رو به پس آن کوه که شخی براز است، شخی براز یعنی که این هم کلمه صفر فارسی است، براز یعنی شخی بلند، بعدا به زاقینه که کلمه های ساده است زاقینه، بعدا به مشزار و از شما خواهش میکنیم که لایک و کامنت انگلیسی رو فراموش نکنید. ما گفته نمونم که در مسئله پیشبردی کاری ما در مسئله نواری دهه ها اساساً یکمین پرابلمی که نزد ما میایستد این همراه است. من اولا از شما سخت میندور هستم که ما رو همراهی کردید، سخن ما رو رد نکردید و در برنامه ما اشتراک کردید و وقتی قیمت خود را دریغ نداشتید برای وطن گفتید، دهه گفتید.
عموما با ما همراه هستید. یک جان تشکر. مقصد رو که در اولی مطلب ذکر کردیم همین سفری ما یا که با نوارهایی که تهیه کردن این برادر امید جان صفران یک موادهای تفریحی است و برای معرفی کردن گذرها و قشلاق‌ها و بعضی واژه‌هایی که مثلا در این لهجه‌هایی که در این روستاها به کار میبرد و عرف و رسم مردم، خلاصه درباره فرهنگ و تمدنی که در همین دیار کهن بنیاد ما موجود است. خب ما بیشتر درباره گذرها معلومات میتیم. حتی اینجا در موضوعی که ما خواهیم گذری میانه وشان دروی سه گذر می باشد، گذری پستون، گذری میانه و گذری بالا. اینجا یک موضوعی داره به نام حولی چقره که دویم اینجا از آدم خالی نیست. دویم مردم با این همدیگر حتی یک چایخانه هم دارد. در وقتی که بیگاه از کار می آیند بین همدیگر صحبت‌های دوستانه کرده خیلی از بعضی اخبارهای عالم از همدیگر گفتمان میکنن. روزی رفتیم به حولی چقرک. السلام علیکم. نازستی بردم هستی مخو هستی چینجسی بردم هستی چینجه گسی بردم هستی مخو هستی چینجه گسی هموتون هست هموتون هستیش اولون هست وای این آدم وای بلوگی و من زنین خودم دیده گفتم این قدیمه ها؟ قدیمه هست یا اول کدام با اتون کار کردگی در خاطر داره؟ وای قل محمد کار کردگی پیش همگه ساختگی وای قل محمد همگه ساختگی داوری پیش به مردم آمده آشکار گفته آدم کردگی بعد هر یک آدمایی که بسیار دارنده هستن اون آمده یک هفته و یک بار هر کس بگه مثلا این هفته من میگم میگه هفته دیگه شما با هفته دیگه آدمی کمپل دیگه دو دیگه آدم خیلی کار بکنید. این آسیا و چند سال شده که خبر داره؟ این آسیا سالی 56 به بوم بنیاد کردگی 56 به بنیاد کردگی آسیا. حاجی شما سیوم دستان باباتون پدرتون با شما بوم گفتی که بعد بوم مردم دیگه توی شویی که باقی چیکار کوی کاری کو که مردم دادی مردم آدم کمبرال دادی که یک هفته شما کنگوی هفته دیگه من هفته دیگه باید آدمی کمبرال دیگه دادی که آل کردن موزیک که همچین جای کاری ها جای کاری زندگی کردن کشیده بعد این خواجه گیسی ولی خواجه گی وایرون کشید خواجه گی فروش من خریدم اینا این بود یه حالش نو کردم اینا برای خاطر بوتون شده برای خاطر بوتون میاد نو کاری گفتم برای مردم پیشتر مردم زور بکنی یا کشور حالا بعد که من کارش مگه آرت تمام شایی که طلبات کم شده باز کار میکنه دوستی؟ چه کار میکنه؟ مثلا کار میکنه بیرون آخر میگه کار میکنه حالا فارغ چی نیست میگه خودتون چند سال باز آسیا بون؟ من بعد 92 طرف موجود آسیا که موجود نیست فهمیدم مردم تو آرد میکنه شاخ میکنه از خیالم تعمیر کرده است تعمیر کرده نمیده تعمیر کرده همین همین چینی اگه سنگی باشه میچینیم با میشونه با آل میشه چون چیزی آسیا این چش چین دوسته دکن جای ناهموارش می جای همین تاوجیه سنگه دندان نداره این باید که ناهموار باشد یا ناهموار باشه که بعد سنگ قانون که بعد با قیمت نشه این به خودش کره کره هموار میشه آدم به فکرم این تاوجیه سنگ اگه دویدن گیری سنگ گنده کنم دوید سنگ تمام میشه این تگش هم سنگ می این تگش هم سنگ ویش هم چیندن کو این چندی این سنگ چندی این با چه میچینه با چینه دماغ کمتر اینا میگه ماید میچینه نه مورد نه این ناهموار شده شونه تا که ناهموار بشه قانون باید ناهموار کنه وقتی میشه با آب این همین سنگ تمام شود اگر کجا سنگ میآویتون با این سنگ تمام بشه اول بریم با اکو کوه بریم سنگ کلان سنگ کم بریم وقتی که سنگ دیگه زپاس این زپاس هستن
یک سنگ چند سال میرد؟ خیلی سال میره. این از دو میگیم سنگ همین. همینا؟ این سنگ تگه بود. سنگ تگه ولی که ما واسه گرفتیم ما رمون کنیم تگه ولی چوب بود. این سنگ چه میبرتون بعد؟ این سنگ دستی میکنیم چینی تیار میکنیم. واسه چینی چینی تیار میکنیم. این سنگ تگه شده سیاکی آور همین که وارد مردم که حشرتی وارد مردم شوندیم فوفتیم فوفت تیار کرد باشیم. خودتون چی نام دارید ما؟ من اوبلاقو. سلامت باشید ما گرامتی کلام. یک جان تشکر. زنده باشید. السلام علیکم و رحمت الله. صلی الله لنا و لکم العافیه. اکبر. خب میجان اینجا یک قبرستانی گذری بالا است و هر یک گذر یک قبرستان است. مثلا گذری اینجا که ما در گذری بالا هستیم، من این قبری که میبینید یک قبری کدام شهیدی است که در با نام عبدالناظر و فکر میکنم عبدالناظر باشند. عبدالناظر در کجای شهید شدند، هم در کدام پشت چوپانی بودند که برای محافظت مال و گوسفندانشان با کسی مقابلت کرده شهید شدند و پیوندانشان برای با توصیه همون علمای همون دور یک بالای قبر رو ایوانچه برداشتند که به خاطر احترام به همین شهیدی که در راه محافظت مال و جان مردم به شهادت رسید. این تخمینا سالهای 1925 شاید در هم دوره باشد. حاضر ما یک سنگی رو که بسیار تاریخی قدیم دارد، یک شخصیتی که بسیار بزرگ است با نام ملا عبدالجبار باشد معرفی میکنیم که چنین روایت های هست که ملا عبدالجبار بسیار یک شخصی وارسته بودن و شخصی دارای مال و ثروت بودن و زمین های وسیع و از شهر پنجکند یک اویله یک زنی رو میبرند برای عروسی کردن و یک مدتی معین با این ملا عبدالجبار خانه‌داری میکند و بعدا بعد از اون که ملا عبدالجبار پیک اجل میرسد و میفرماید که من از این عالم رخت میبندم، اگر خواهی شوهر کن، اگر نخواهی رو کاری خودت. و این زن در برابر ملا گویا پارسایی کرده میگه که من بدون شما زیستن نمیتونم، که بعد از بغیر شما کسی ندارم. گفته انا با ملا گویا یک وعده میتید که من بعد از شما به شوهر نمیبرم. اما وقتی که به شهر پنجکند میرود از این گفتش رد میشود و این گفتش رو شاید در خاطرش میبرد، یعنی خلاف وعده میکنه و به شوهر میبرد که شب ملا رو در خواب میبیند که ملا با تبر با سرش میزنند که بعد از بیدار شدن میبیند که هر دو چشمش عاجز است و به خاطر اونی که از روح ملا پوزش طلبد یک سنگی رو با که در اون وقت مثلا در 100 سال گذشته یگان راههای ماشین راه نبود با واسطه اسب و شتر با از دهه پنجکند که قریب 60-70 کیلومتر از اینجا دوری دارد و این موضع آورده در سر قبر ملا نصب میکنه. البته این روایت ها یک جنبه اساطیری دارد و در بین مردم همچنین یک روایت نقل شده است که البته اصلی علمی ندارد. من این پولی که میبینید در اینجا که در حال تخریب شوی است، این پول بسیار یک پولی که قدمت زیاد دارد. این پول متصل با راهی که با دهی با روستای ریوت هست و در گذشته من این با همین راستی همین بین قبرستان یک راهی بوده است که وقتی که یگان تو یا اعضا یا یگان مراسمی که در همین قشلاق می شود، مردمی ریوت از همین راه با دهی وشن آمده در همون تو یا اعضا یا یک مراسمی شادی مردم اشتراک کرده با همین راه می رفتند. اما وقتی که مردم ده هم خبر می شد که در روستای ریوت یک خرسندی یا یک مراسمی هست، توسط همین راه با ریوت می رفتند که این راه الکی حاضر از
کارشویم نیست. خب دوستان عزیز، سنگی که ما در بالا در نظر داشتیم این سنگ است که با زبان عربی نوشته که هازا مقبرتون عبدالجبار ابن آدین محمد. عبدالجبار ابن آدین محمد. خب در اینجا بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شده است. البته پشتش هم حاضر ما میخونیم. انا اینجا در اینجا بعد از بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد نوشته شده است. این سالی که سال وفات سنه 1200 چند نویسگی 1200 سنه هجری است یا پیش از میلاد می؟ نه این سنه هجری است. یعنی 1295 باشد می شاید همین خیلی است. 1300 گویدم که ما اینجا خواستیم همصحبت شویم با یکی از سابقه‌داری که در دوره‌های پیش در وقتی که شکلی کلخوزی بود در دهه‌ها قربانوف نرزلو کمک همصحبت شویم. اما درباره همین کلخوزها، درباره رئیس‌های گذشته، درباره که در همین دهه وشان در سال‌های پیشین خدمت‌های ارزنده کردن، البته همه در خاطر نمی‌استد و نه با بعضا کمک معلومات بدید بو بهتر می‌شد. سرچوی کلخوزها اکنون از سال 37 این طرف من خاطر گذشتگی ها نقل کردن. رئیس هم کلخوز همین وشن یک زرک فقط گفتی که زرک بدیگه سالی همین 35 تا 36 بعد 36 عبدالحق گفتی که آدم رئیس همین کلخوز بدیگه همین قشلابه. بعد سری آدم پدری من خودم رسول قربان از سال 37 تا سال 39 رئیس کلخوز بدیگه همینجا. بعد از وای پدری من با رئیس همین کلخوز شدن سفر شکلی تا سال 43 از سال 43 این طرف تا سال 53 قادر و زاکر گفتی که اما که ما تقوی پدرم رئیس همین کلخوز تا کلخوز من یک جای شدنی برمیتنم. رحمت پدرم از سال بعد رئیسشون از سال 43 تا سال 46 اگرانوم همه خواجگی پیشتر شروع حاصلات می‌گذارن. اگرانوم خواجگی شده کار کردن. سال 1946 ما همه آگوست در جمعوری همه حاصلی کلخوز در کسی عین ما همجا کمی کسل میشینه با همه کسلی خیلی وفات میکنن. بعد از 53 کلخوزا که یک جایی شده اینجا بعد ساختی برگدری تشکیل شده اینجا. برگدها بودم من خودم حسابچی برگد بودم از سال سابقی کاریم از سال 1958 سال 1945 از سن 30 سالگی کلخوزی همین کلخوز بودم. سال 50 حسابچی برگد بودم 68 67 سال 67 حسابچی همین برگد بودم. رحمت سلیم اکرام الدین گفتی آدم که 2 سال کار کردیم. بعد اون کس بابای مراد با سرداری برگشتن ما آدم بودی کار کردم. همین سیستم که تا سال 2009 در همین خواجه خیلی در همین کلخوز در همین شخصه کار کردم آمدیم. بعد 2009 بعد برهم خوردن کلخوزو؟ نه کلخوزو وای شده نه چی شده خواجگاه دیخونی شده وای شده همه خیلی بعد وای کردم همین کلخوزو با جدا شده یک دیگر شده مثلا جدا شده قیوه جدا شده کلخوزو با جدا شده همه سیستمی وای کردم همه خیلی کار کردم آمدن. در دهه‌ها در سال‌های پیشین یک مسئله مهم دیگر هست درباره معلم‌های سابقه‌دار پیشتر می‌خواستم یادآور شود. در بسیاری دهه‌ها معلم‌ها بودن از دیگر دهه‌ها به سبب نارسایی معلم برای تعلیم و تربیت نسل نورس از کجاها آمده بودن کیها بودن کم می‌خواستم که مختصر معلومات بدید. دوری مون همه تعلیم مکتب بود خوندم از دهه اورمیتن خدا رحمت یعقوب گفتی آدم دیرکتوری مکتب همه شلوغ شده اومد کار کردم.
بعد از اونجا ترسون و خدای مراد گفتی از دهی مد مونده یک 8 سال همینجا دیرکتوری مکتب شده کار کردم. معلم حاضر در قید حوزه دهی مد یک معلم کوانسال فن الگبر درس ما دادن. با طیف گفتی معلم حالی در قید حوزه هستن نبودی چنبه هستن همه آدم موندن موقع درس بودن از ارمیتن بودن از دهی در بودن از سنگستان بودن معلم مومن کار میکنن دوری مومن احمد گفتی و آدم از دهی سنگستان بود خیالم بگیرم از در ملک گفتی هیچ کدر ملک گفتی و آدم بود مومن فن حساب درس میدادن ارمیتن نوربدر گفتی معلم بود تو معلم هم دهی ارمیتن پرومدم باشم بکنم سمندر گفتی معلم بودن مومن درس میدادن ارمیتن از دهه شما هم معلمای سابق داره خود دههاتون کیا بودن؟ اكو معلمای سابق از دهه ما معلمای گذشتگی معلم پیشقدمی و ذاکر سلیمان خور بودی از فن ادبیات توجیه درس میدادن ذاکر سلیمان خور از فن تاریخ گل محمد جو معلم دانشمند ناز بود. شرط و شرایط خوانش در دوره شما چه بود؟ چند دایرکسیم چند نفر میخوندتون؟ اون دوره ناز از ما از صنف 1 تا 3 صنف 3 یک جای میخوندیم. صنف 1 و صنف 3 یک پارت میشدیم نه یک پارت میشدیم ما 10 نفر بودیم 10 نفر اونها 20 نفر در یک صنف میخوندیم. بعد صنف 3 جدا شدم با مکتب ما اول صنف 8 بعد صنف 8 بود صنف 11 کارگران خودی قشلاق تشکیل شد با ما خوندیم اونجا باید دادن با نامی کمال دادن اونجا مایان با یک چیز دیگر برای من جالب همین حاضر شکر خدا همه جا سری پوری همه چیز فراوان همه نعمت ها فراوان میخواستم در باره دوره های سختی کمک معلومات میداده کمک صحبت میکردید من در بسیاری دهه ها وقتی با موسیقیتون صحبت میکنید میگن من مثال با دهه های مختلفی همسایه من شما ریود و مدمو کم کدی همسایه داد و گرفت های آذوقواری داد و گرفت های مالی داشته گیستیتون کمک یادآور شد اکر همین دوره باید بگی این قشلاق ما این کنتن قشلاقی که همین از دوری جنگ این مردم زحمت کش بود خدمت کردن ما آمدن شرطنامه‌های دولتی مثلا گندم چی وای که خود چهار بخوای دولت دوری جنگ هم یاردم کردن اینا کون قشلاق این قشلاق یگان سال عذاب که دیگه نیست چون که مردم از زحمت کرد با همه چوک بلای من هم تمام زمینای کشت کار کرده هم دیگر خواجگاه دیگر قشلاق‌های همزاد تخمی مداد باید مگر من خودش هم در همه دوری دینگی جنگجویی که سال وای شد گذشت اینو عذاب نکشیدن نه سال 90 اینو عذاب نکشیدن همه خودشون با خودشون من هم دیگر جواب بریم دیگر مسئول سویا استعمال کرده باید که قشلاق مو میخریم که فهم نشده اما مردم خدمت کرده خدمتی خودش در زمین کار کرده من استحصال کرده گندم جا باره مثلا باید چهارگوش بود باید کرد هم مسئله به یکان از اون نکنه اینا دیگه قشلاقای همسایه من تخمی یاردم کردن مثلا من همه بیشکن یا معدن تندر با هم خشته وری همسایه و اینا یاردم کردن و باید نکنیم از دهه شما جنگ بزرگی وطنی هم اشتراک کرده هستن؟ بسیار اشتراک 8-9 نفر اشتراک کردن یکیش همزه تقوی من بودن سفر مهمنشین بودی بودم رفتم برنگشتم اینجا در خوش محمد گفتی بودم اندرشون یادم نه این کس برنگشتم پدر عروسم و مولا محمود گفتی بودم قلندر محمود رفته گشته بودن یک رفته تقوم بروهای گفت رفتم برنگشتم 2 تقوم همین جنگ نوشه دیگه از یگانشون در حیات نیستن؟ نه در قد حیات نیستن اینجا نوشته به همین اما که ما عبدالحفیظ گفتی حامد الحفیظ جنگ اشتراک قل و عبدالرحمن گفتی آدم بودن اشتراک کردن جنگ با مالابوی گفتی آدم بودن یک کلیشون تیرزدگی بود جنگ با اشتراک کردن آمدن 18 نفر خیشون یا جان تشکرم که سخنی ما رد نکردید با ما شما هم تشکر شما هم هزار شما بنده تحصیل کردی همین مکتب هستم که سال 1979 مادر
дасти маро гирифта аввалин ба саҳни ин мактаб овард. аввалин синфе ки ман дар ин ҷо таълим гирифтам ан ин синф буд ки муаллиме дар деҳаи урмитан бо номи овулоқул моро устодӣ мекарданд. ин бино хеле низ қадимӣ аст ки солҳои 50-ум сохта шудааст ва бинои асосии мактаби деҳ албатта дар он тараф буд ки баъд аз бино кардани ин мактаб ба ин ҷо кушонда шуд. Устоди азиз, камтар дар бораи таърихи пайдоиши ҳамин мактаб, кадом бино кадом сол сохта шуд, камакак суҳбат мекардед? Ман Шарифов Пиринқул соли 1956 таваллуд шудам. солҳое ки мо дар синфҳои ибтидоӣ таҳсил мекардем бо бинои кӯҳние ки дар он ҷо ҳозир аст ҳамаҷо хондем. соли 1970 бо ташаббуси устод Набиев муҳтарам ки имрӯз дар қайди ҳаёт нестанд, аз деҳаи Урметан ҳамин симхонаҳои болоро бо ташаббуси ҳамон одам сохтанд. соли 1971 моҳи сентябр мо омда дар ҳамонҷо таҳсил намудем ва синфи 8-ро дар ҳамин биное ки 6 симхона дорад хатм намудем. пас аз соли 1975 анин 4 бинои симхонаҳои иловагиро бо ташаббуси ҳамон вақта директор аз деҳаи Мадм муҳтарам Турсунов Худоймурод сохта ба истифода доданд. пас аз он соли 1980 вақте ки симхонаҳо нарасид, боз анин 4 симхонии иловагии соли 1980 сохта ба истифода дода шуд. анин биное ки ҳозир нигоҳ карда, ин бино соли 2017 бо ташаббуси мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати ноҳияи Айнӣ сохта ба истифода дода шуд. аввалин бинои мактабе ки дар ҳамин деҳаи Вашан ҳамаги 8 хонанда дошт, дар хонаи ва меҳмонхонаи Тош Муҳаммад поён ба ҳавли Чуқурак мегӯянд, дар ҳамонҷо дода шудааст ки дар ҳамонҷо хонандаҳо мехонданд. ин соли 1930 мактаб ташкил шудагӣ ва то имрӯз амал намуд шудааст. хоб ҳозир зиёда аз 320 нафар хонанда дар ҳамин мактаб таҳсил мекунад ва соли 1980 бо ташаббуси марҳум Шукруллоев Лутфулло аз 8 сола ба 10 сола мактаб табдил дода шуд ки то имрӯз амал намуд шудааст. дар рушди камоли мактаби имрӯза аввалин муаллимоне ки дар ҳамин деҳа кор ва зиндагӣ карданд, дӯсто бобо, марҳум Сулаймонқул Зокиров, Бобоев Мурод, Шодмонов Аҳмадбой, Соатов Неъмат, Раҳимов Илҳом ки имрӯз дар қайди ҳаётанд ва дар дашти Кон зиндагӣ мекунанд. аввалин муаллимони деҳа ҳаминҳо мебошанд. аввалин омӯзгоре ки маълумоти олӣ гирифта дар ҳамин деҳа кор кардааст, ин Зокиров Сулаймонқул ва Шукруллоев Лутфулло, баъдтар Бобоев Мурод мебошанд. хоб Гулов Қулмаҳмад ривоҷи мактаб, пешрафти насли таълиму тарбияи мактаба саҳми босазо доранд. дастпарварони номдор аз ҳамин мактаб баромадаҳояд медонед? марҳум ҳамин Зокиров Сулаймонқул, Дӯстов Бобо ва Шодмонов Аҳмадбой, инчунин инҳо дастпарварони ҳамин мактаб буданд. синфи 7-ро хатм карда баъдтар Урметан фуромда синфи 10 ва хатм намуда. пас аз он инҳо дар институти ба номи Киров дар шаҳри Ленинободи пештара ва имрӯз Хуҷанд таҳсил намуда кори зиндагии худро доданд.
دستپروران اولین مکتب در سالهای بعدینه حاضر که در مقامات های بالا کار و زندگی میکنند، این قربانوف ولی شاه، قربانوف علی شاه، حاضر من فرزندی همین آدم معلمه مکتب قربانوف حقیقت، اینچنین مرحوم لطفالله شکراللهیف اولین ختم کردی معلومات عالی و با اختصاص زبان و ادبیات در شهر خوجند سال 1968 67 آمده در اینجا کار زندگی کردن و اولین وقتی که همین مکتب بنا یافت معلمان اختصاصمند نمیرسید، از دیه های ارمیتان زیاده از 10-12 نفر در همین دیه کاری زندگی میکردن و با تشبس همون وقت حاکمیت دولتی و خانه های استقامتی پوشانده در همونجا به طریق مهمانخانه معلم روز درس میدادن، شب در همونجا خواب میکردن و از دیگر دیه ها اومده در همونجا نسل نورس رو تعلیم تربیت دادن، ما رو به وای رساندن. بعدتر صف آموزگاران رو از حساب خودی ساکنان همین دیه پر نمیدن که امروز همه در همین دیه کار و زندگی دارن و نسل نورس رو تعلیم تربیت داده شدن. خب دستپروران امروزی مکتب در تمام جمهوری کار زندگی دارن و به منفعت خلق وطن خدمت کاری شدن. این حال هر سال تقریبا به حساب میانه چند نفر خوانندگان ختم میکنن مکتب؟ امسال زیاده از 20 نفر و 21 نفر خواننده همین مؤسسه رو ختم نمیدن که همه آنها و حجت های خود رو به دانشگاه ها سپاریدن و در صفحه پیش بسیارتر حاضر دخترها توجهشون نسبت به تعلیم تربیت زیادتر هم. خب صنف 9 را باشد 20 نفر ختم نمیده به صنف 10 گذاشتن. یک جام تشکر معلم جون. نمیارزد. یک جان تشکر. دیه وشان یکی از همون دیه هایی است که در پی وفات های طبیعی سری هر چند سال ضرر میبیند. منطقه کوهی که است، سیل فرایی ها، یخچ فرایی ها به نظر میرسد. در پی وفات های طبیعی برخی از مردم همین جا رو به ناحیه استرافشان به منطقه دشت کان کوچ بستگی هستند. در همین باره میخواستم کمک معلومات میدادید که کدام سال در پی کدام وفات طبیعی مردم رفتن. سال 2002 کوه خود از خود به ماه آگوست بود، به باران به هیچی حرکت بود درآمد و ترخید. این در کدام منطقه قشلاق؟ این در پایانتر قشلاق بود. سبب آنکه این وشان در یک جای تنگی جای گرفتگی، اگر باران زند، اگر همون باران سیل میشد همه جا رو زیر میکند. همون شب و روز راه محکم شد، سویت استالبه ها همه تگی خواب موند. در همون زمان رئیس حکومت ولایت عاقلوف بودن. اون کس روز دیگر آمدن دیدن شرایط و مردم رو جمع کردن و گفتن که شما باید کوچتون اینجا کوهاتون در حرکت خفناک زندگی کردن اینجا نمیشه. و سال 2002 کوچ بستن همین دشتی کانی اوراتیپه با استراوشنبه خاکماندار رفتن. حتما نگران 100 خواجگی اول همونجا رفتن، 24 خواجگی دیگر دشتی کانی رانی قونچی بگذاشتن. خلاصه که مردم همون جای ویرانی آباد کردن. هر حاضر خودش روید اگر بینید تماما مثال باور نمی کنید که اونجا یک جای نو آباد بود، یک
شخصی خصوصی پذیر مردم راضی. سال 2010 باز همین احوال سری مردم آمد، سیل آمد و یک نفر سیل بود. باز به خلاصه آمدن که قسما اهالی قشلاق کوشاندن. این دفعه ناحیه ظفرآباد به کوشاندن که ناحیه ظفرآباد به زیاده از 7 کس به روی خط گرفته شد. کوشاندن خیلی بردن یک دشت به جا کردن، نشان دادن، هم معقول کردن، حجت گزاری همیشه ساز کردن. همان وقت که شرایط وزین بود مردم یک بار خانه پوشاندن نمیتونست، لیکن چی باشد جای گرفتن، جای آباد، جای نقد. نام اون پاسیالکا پیشتر دوره حکومت سوویتی به یاشلیک میگفتن. بعد که این مردمی ما رفتن اونجا جوانی کردن، اونجا زیاده از 600 خواجگی از ناحیه عینی همونجا بود جا گرفتن. ما علاقه ما هست اون وقتی من این توی ما مثال اعضا ما و همه میبیانن، همه درشی کن میبیانن. درشی کن حاضر نامش وحدت کردگی، نامه وحدت از وحدت میبیانن، هم از جوانی میبیانن. خلاصه که علاقه هست، شرایطشون هست، همه جهت هست. شکر زیاد اومد که در برنامه اشتراک کردید. هزار رحمت. عزیزای دل، سیر و گشت این بگاهینه ما به انجام رسید. ما این شب در خانه یعنی برادر مفتاحالدین شب رو سحر میکنیم. اینجا مهمون میشویم، گویا که سحری بر وقت خسته رهسپار میشه به کوهسار دهه وشم. ما انتظار باشید. درید. رب انزل منزلا بارکان و انت خیر المنزلین. پروردگار قدمتان را با برکت گردانده، در حفظ پناهش نگهدار، در کارهای ایجادیتون موفقیت‌های پای در پای عطا فرماید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. شامل